خوب بود ولی بارون اومد، به طرز عجیبی بارون اومد. ابرم داشت عکاسی شب کلا کنسل شد. شب بعدی نبود، برای خوابیدن شب بعدی نبود ولی بارون گرفت. ابرم که میبینید یکم از این لحاظ جالب نبود، نه ولی کلا بد نبود. این وسایلم جمع کنم. چجوریه افتادم باید بزنم الان دیگه، یه چیزی بخورم برم یا همونجور جورا بیفتم برم دیگه، فرق نمیکنه. ببینم چجوریه. خب هوا کلن در هم تپید، این یه تیکه فقط بازه. وسایلم هم تقریبا جمع کردم تا برم سامان بردارم و برم اون سمتی. تا اون لبه میرم این پایین، بعد مسیر رو برمیگردم بالا. فکر کنم مثلا یکی 2 ساعت دیگه باز برگردم اینجا. 2 ساعت و نیم 3 ساعت دیگه تهش دیگه اینجا باز برمیگردم پایین این مسیر رو. منظره هم که پنهان شدن. نرگس 4 فکر کنم، یا نرگس 3 یا نرگس 4 پر برف. اینو برداریم بریم. این برف گرفت ولی خب برف اونجا چیزی نیست، ولی داره برف میاد دیگه. به هر حال امروز بکنم 14 اردیبهشت باشه. 14 اردیبهشت، گردنه هیچبون سلمبار و برف. خیلی هم عالیه، از شما درد نکن. برف شدیدتر شد، جمع کنم زودتر برم. حالا نمیدونم اصلا چی در انتظارم با این برف. سریع اینو جمع کنم برم، برفش زیاد شد. خب من از کاروانسرا حرکت کردم به سمت گردنه و بعدش هم پایین گردنه یه مقداری بعد 1-2 کیلومتر بعدش هم مسیر برگردم. امروز 13/2/1403، دفعه تقریبا 3200 خورده. داره برف میاد گردنه پیچگون. برف چیز نیست ولی خب به هر حال باز برفه دیگه. جالبه دیشب بارون اومد. دیشب در حد 20 دقیقه یه نمه بارونی زد. الان که صبح شده داره برف میاد. ببین دیگه فردا پس فردا اینجا چه جوریه. بریم ببینیم چه جوری میشه دیگه. 1-2 کیلومتر میرم، از رو خط راست برمیگردم به سمت پایین.
دیوار برفی گردنه. خب من از کاروانسرا راه افتادم، برف داره میاد هنوز، گردن رد کردن و میرم سرپایینی. فکر کنم 100 متر اینطور ارتفاع کم میکنم. یه تراورس خیلی خوشگل داره، ترانشهاش هم خیلی قشنگه. تا آخر اون تراورس میرم، یا همونو برمیگردم یا میرم رو گردن. دیگه بستگی به هوا داره. اگه هوا باز بشه میرم روی یال کناریش، اگه نشه که میرم همون مسیری که اومدم برمیگردم. چون فکر میکنم دیگه مثلا 8:09 بعد برگردم کامل دیگه، بیفتم سرپایینی سمت پیچ بون. برف کم و زیاد میشه، منم که فعلا سردم نشده، حالا ببینم چه جوریه. که سردم شد که لباس گرمم دارم، ولی خب قطعا دما یا صفر یا منفیه دیگه. اینجوری داره برف میباره، جوی باران راه نیفتادن، قطعا یا صفر یا منفیه. و البته سرد بودن هوا به نفع اینجاست، چی برفش بیشتر بمونه. انتهای بهار خرداد، یعنی بهار اینجا در واقع، خرداد ماه و تیر ماه فوق‌العاده تر میشه. نتونستم یه تحمل کنم، طبیعت دیگه قدرتشو نمایش گذاشت، بوران شد. برم یا نه؟ چرا اینجوری شد؟ اصلا قابل پیش‌بینی نبود. من گفتم امروز هوا صافه، تک و تک ابر داره دیگه، نده این حد. اصلا انتظارشو نداشتم. میرم تا اون تراورسه برمیگردم دیگه، چاره ای نیست. باد میزنه، این برفا اذیت میکنه. خب من دیروز عصر اومده بودم اینجا، تا بغل اون تیربرقا اومدم، باز برگشتم. اینجا ارتفاع برف خوبه طبعا. تقریبا ارتفاع برف اینه، تقریبا این بر 2 متره، این بر هم تا 3 متر میرسه.
این یه تک دیوار است، این ورش زیاد چیز نیست، ولی این فکر کنم اینو اگه 160 در نظر بگیریم 150 هستن، بیشتر بود البته. این حدود 4-5 متر، یه دیگه 4-5 متر. به تقریبا نصف مسیری که باید می آمدم تا اون انتهای تراورس اومدم. فیلمم گرفتم. باد هست ولی برف قطع شد، تقریبا خیلی کم شده، هوا انگار داره باز میشه. من امیدوارم جاده دیگه تا ارتفاع مثلا 2700 هم اینجوریه دیگه، دیگه توی برف رد میشه و بعدم که ارتفاع پایین تر دیگه حرف خاصی نداره، تک و توک چیز داره. این دیگه اول مرحله آخر، البته اینم تک دیواره است. لاو هم کشیدن، چه آبی هم از زیرش میزنه بیرون. خب راحت 4 تا راحت داره، 6 متر 6 و 7 متر. خب تک دیوار هستی، هم یه تماشه خوب، هم 3 متر هست، بعد اون بر حتی 4 متر هم هست. ولی خب دیوار برفی طور فقط یه دونه است، یعنی یه سمتش دیوار برفی، این سمتش هیچی نیست. این راحت 4-5 متر، 4 متر راحت است. این هم یه 2-3 متری خوب. طرفش نزدیک 3 متر.
خب من خواستم تا اونجا برم، از اون جاده برم بالا، بیفتم رو خط و رس برگردم، ولی خب از اونجایی که هم باده هم منظره ای نداریم، چون کامل دیگه چیز شد دیگه، مه شد دیگه، منظره آنچنانی هم از قله‌های دور نداریم، از سیالان و شالبرز، برای همین احتمالا همین جاده رو برگردم بس. حالا بریم ببینیم چه جوریه. این هم آخرین جایی که از این ور اومدیم، برف خوبی داره اینجا، قشنگ مشخصه تو این دره پر برف. انشالله سرد هم از آب نمیشه، اینش خوب. خب برمیگردم بالا به سمت پیچبون. از پیچبون هم احتمالاً مسیر فرعی برم سمت نرملات، بعدش هم برم سمت گرمارود و معلم کلایه و قزوین و کرج انشالله. از اینجا صورت رسمی خداحافظی میکنیم. حالا جلوتر اگه چیز خوب دیدم ویدیو میگیرم ببینم به چه صورت پیش خواهد رفت. اونجا احتمالا شله، اون زیر چند تا دشت خفن داره، زیر نرگس بهش میگن شل، فوق العاده است اونجا. الان هم فوق العاده است، ولی خب مثلا یک ماه دیگه واقعا دیگه عالیه. شاید یه برنامه بیام برام. خب باز برگشتیم همینجا دیگه سرپایینی. امیدوارم ظهر برسم نرملات. اینجا فکر کنم اون ترانشه‌ای که زیرش آب می اومد اون از همه بیشتر برف داشت. اینجا مفش خوبه ولی اون بر بیشتر بود. خب برف دوباره شدید شد. میام زنان سمت در حرکت، بسید پیچبون در حرکت. دیوارم که مشکل خاصی پیش نیاد.
داشتم، تو باید فردا می اومدی. هوا عالی. شاهرگرز هم داره میاد بیرون کم کم. مناظر دلبر. اون پایین هم روستای پیچبون. اینم من در حال فرود به سمت روستا. هرچی پایین تر میرم به نظر میاد که بوران برف کمتر میشه. حالا نمیدونم پایین هم داره برف میاد، بارون میاد یا کلا هیچی نمیاد، چون اینجور گردن ها اصلا قابل اطمینان نیستن. یعنی اصلا روبرو شما نگاه کن، احتمالا روبرو هیچی نیومده. نگاه کن دقیقاً انگار خبری نیست. این ممکنه من برسم به روستا هیچی نباشه، نه بارون نه برف. چون نزدیک گردن است از سمت شمال تغذیه رطوبتی شده اومده اینور. چون تا جایی که میدونم سامانه‌ای که میاد درسته تهران و قزوینو میگیره ولی فردا میرسه، امروز نباید قاعدتا اینجور چیز میشه. احتمالاً رطوبت جریانات شمالیه که از کاسپیان اومده، رطوبتش تغذیه شده اومده اینور داره خودش رو شکل کارش نشون میده. همونطور که حد زده بودم اینجا خبری نبوده، هوا فوق العاده. مرمیلات دشتی سر بزنیم و بعد بریم جکس بگیرم. نزدیک روستا هم برسم پایین یه استراحتی بکنم بعد برم سمت نرمیلات. جاده نمیرم، یه جاده فرعی داره، یه راه احتمالاً با کوبتوری داشته باشه، رو نقشه دیدم، اون مسیر رو ادامه میدم. به این آبشاره اسمش دقیقا نمیدونم، فکر کنم بهش میگن آبشار پیچبون، دقیق نمیدونم، چون پایینی رو که بهش میگن آبشار پیچبون اسمش آبشار کلاکه. اینو طبعا همون آبشار پیچبون باشه دیگه. خب من وارد مسیر فرعی شدم، اینو ادامه میدم از رو نقشه. اینجا قبلا نیومدم، مناظر هم عالی.
بعد برم پشت این رو برم پایین، پشت این کم برفه، اون پر برفه که پشتش میشه طالقان. ببینیم کجا میرسم. امیدوارم که برسم زود، خیلی طول نکشه. گرسنم شده بود وایسادم یه چیزی خوردم. پاکوب اینجا داره، احتمالا میره در داخل این دره میره به سمت نرملات، یعنی مطمئن نیستم ولی امیدوارم هم باشه، چون پاکوبی که روی نقش است کامل اشتباس. یعنی تا الان که درست چیز نکرده، اون جاده رو درست زدم ولی پاکوب این پایین اشتباه زدن. نمیدونم چه حسابی. من 3 تا نقشه مختلف، مپسی زد و مپس می و عثمان رو چک کردم، رو 3 تاش هم هست ولی اشتباس. حالا میریم ببینیم به کجا میرسیم. احتمالا داخل این دره را داشته باشه. من بالاخره یه پاکوب درست درمون پیدا کردم. این مسیر از روی پاکوبی که روی نقشه است اشتباس. پاکوب داره ولی پاکوبی که روی نقشه است اشتباس. حالا این ادامه میدم، باشه مشخصه که پاکوبه خوبه. احتمالا میره همون نرملات دیگه، یا دور و برش در میاد خود نرملات در میاد. از این لحاظ خوب بارون هم گرفته، نم نمه ولی خب باز بارونه دیگه بالاخره. جای بکریه قشنگ مشخصه که فقط دامدارا، اونم توی باره زمانی خاص میان اینجا. ریباسای اینجا تازه دارن جوونه میزنن، یه چند تاشون هم گل دادن، از جمله این که این میشه خوراک من. خب یه آبشار خفن مسیر این بالا اومد، میره زیر آبشار تقریبا دیگه، مسیر از این من میره. وایسم یه ویدیو بگیرم از این آبشار زیبا بعد برم. اینم لباسایی که من چیدم جهت خوردن خودم.
بیشتر مسیر اومدم برسم به اون جاده دیگه تمومه. خواستم برم اون بالا تو اون سبزیه، ولی به نظر میاد دیگه وقت نمیشه. همین بر اگه شرایط مهیا بود یه درونی میگیرم. درونم دیگه آخرین شارژاش 20% بیشتر شارژ نداره. کاش صاف بود. البته الان هم چیزی کم نداره، ولی صاف بود واقعا فوق العاده میشد. خیلی عجیب غریبه اینجا. یه سری درختام تازه شکوفه زدن، گل اینجا تازه در اومده. فوق العاده است. این آخرین وعده غذایی من، لوبیا تو همچین منظره‌ای، لوبیا خونگی البته. همچین منظره‌ای میزنم و میرم سمت جاده. رودخونه، نیمچه آبشار، مسیری که اومدیم از این بر اومدیم. منظره فوق‌العاده. اینجا عرس‌های خیلی خفنی داره. چند تاشو عکس و فیلم گرفتم، ولی حتی همون دشت بالای نرملت هم نگاه کنین پر عرسه. عرس‌های خیلی خوب. یه چند تاش واقعا خفن بود. دیگه فکر کنم یه 6 دقیقه دیگه برسم به جاده. اینم رودخونه، رودخونه علموت یا شاهرود. اینم یه چوسه آبی که میاد میریزه بهش، جمع میشه میره پایین. مناظر عالی. خب ساعت 2 بعد از ظهر، فیکس 2 بعد از ظهر رسیدم اول جاده نرمیلات. میذارم ماشین رد شه تا دورایی پیچ بوم بوده. فکر میکنم 4 کیلومتره، زیاده. حتما میخوام برم اون مسیر رو پاره میشم. پاره هستم همین الانم. کلی راه اومدم. این وقت میکنم از دیگه 9 کیلومتر بود از جایی که جدا میشد پیچ بوم، جاده پیچ بوم جدا میشد تا همینجا نزدیک 8-9 کیلومتر شد. خلاف ارتفاعش هم زیاد بود. حالا باید برم ببینم ماشین میاد بره یا نه. برنامه سفر و پیمایش ما تمام شد. الان دیگه فقط برگشت مونده. اگه اتفاق خاصی افتاد باز ویدیو میگیرم. امیدوارم تو دیرتر ماشینم بیاد. رودخونه بسیار پر آبی داره. اینجا اینجوریه. پایین البته که خیلی میگیرم برای کشاورزی و باغداری اینا خیلی استفاده میکنن، ولی واقعا پر آبه. این تازه اولین، یعنی میشه گفت چند کیلومتر اول رودخونه علموت دیگه. 7-8 کیلومتر اولش رودخونه شاهرود در واقع، ولی پر آب. خب من بعد از بودن 40-45 دقیقه رسیدم به اینجا. این جاده میره پیچ بون، این جاده هم میره نرمیلات و دینرود و البتر دیگه آسفالت میشه و احتمال خیلی زیاد این سمت ماشین زیاد بیاد بره پایین. احتمالا من اینجا ماشین گیرم خواهد آمد. چوب عزیزم اینجا میذارم، شاید به کار یکی اومد. خداحافظی میکنیم با اینجا. دینرود 5 تا شهید داده، پشمام. 4 تا البته، یه دونه خمینی اشتباه دیدم. خب میریم پایین. بذار چند دقیقه استراحت کنم بعد برم پایین. حس میکنم نیاز دارم چند دقیقه بشینم زیر تابلو، بشینم 2 دقیقه.